ببخشید. وقتتون بخیر، وقتتون بخیر. سال نوتون مبارک، سال نوتون مبارک باشه. یه سوال ازتون دارم. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. زنده باشید. حالا اجازه بدید من یه به نظر شما ما مشکلات زیاد داریم. این همه میدونن. مشکلات اقتصادی وجود داره، گرونی که همه هست. با این وجود میخوام بدونم که آمریکا تونسته تو این چند سال ملت بزرگ ایرانو به زانو در بیاره یا نه؟ نه خیر. آمریکا هیچ غلط نمیتونه بکنه. میدونی چرا آمریکا ما الان خودشفا شدیم. چند تا دانشمندای ما را ترور کردن. واسه چی؟ به خاطر اینکه میخوایم رو پای خودمون وایسیم. احسن. درسته یا نه؟ اینا همه این جیرانیت تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا. به خاطر اینکه ما خودکفا شدیم. این جیرانی 100% به خاطر آمریکا، اسرائیل. اون خانم هم که طرفدار شاهه. برم گمشن. اون با آره من ابن نداره چیه؟ حالا هر کی اظهار نظر خودکفا شدیم. ما در حال تو کل جهان از ایران حساب میبرن. رو پای خودمون وایسادیم. مثل شاه وابسته نیستیم. فهمیدی؟ به خاطر همین ما الان توی درست یه خورده جیرونی هست. اون خانم و اینا این لخت و پتی اینا رو ولش کنه حرفاشو. از من بپرس، حزب اللهی هم بچه تبریزم. زمان زنج خدمت کردم. اینا رو ولش کن. به خاطر که وطن من خودم زمان میخوای کارت ایسترام نشون بدم. قبولتونه. دستتون درد نکنه. زنج خدمت کردم. میدونید چی شده؟ چی کار کرده بود؟ کل دنیا ایران زنجید. همه جیرانی‌ها زیر سر آمریکا، اسرائیلی. تمام شد و سلام. یه خوردم این دزدار این 3000 میلیارد اینا مسئولین اصلا تقصیر ندارن. یه عده دزدن. این بیچاره روحانیت چیکار کنن؟ یکیش همون چیه؟ رئیس بانک صادرات فرار کرد کانادا. اون دزدو کرده. به خاطر چی؟ خیلی ممنون.